سلام بچه ها، توی این ویدیو میخوایم دوخت آستین و اتوکشی آستین رو بهتون آموزش بدم که اگه این نکات رو رعایت بکنید حلقه آستین دوختن حتی برای شمایی که تازه داری خیاطی رو یاد میگیری عین آب خوردن میشه. پس ویدیو رو با دقت نگاه کن، بریم و کار رو شروع کنیم. خب الان لباسمون دیگه پرو کردیم، سرشونه هاش دیدیم چک کردیم اوکی بوده. فقط بچه یه نکته بهتون بگم، اگر که یه جایی موقعی که دوخت زدین تمام شد، ببینید الان سرشونه من دوتا قشنگ روبروی همه و اضافه‌ای نداره، ولی توی این یکی این شکلی نیست. این اضافه هایی که مثلا بعضی وقتا سرشونه ها میارن، این اضافه ها رو حتما با قیچی آروم و با دقت اینا رو قیچی کنید، چون باید سرشونه پشت و جلو هر دوتاش باید یک اندازه باشه. حالا دیگه شروع میکنیم و آستینمون رو بس میکنیم. آستین رو چطوری وصل میکنیم؟ ببینیم بچه ها، آستینتون رو برمیداریم به این شکل، از وسط دوتا پهلوهای آستینتون رو روی همدیگه میذارید. الان این کاپ آستین شماست و این هم پهلوی آستینتونه. اینا رو روی همدیگه میذارید و بعد قسمت کاپ آستینتون رو وسطش رو مشخص میکنید با صابون خیاطی. ببینید وسط آستینتون رو مشخص میکنید. حالا میاین وسط آستینتون رو به وسط سرشانتون فیکس میکنید. دقت کنید وسط سرشانه و وسط کاپ آستین به همدیگه فیکس میشه. بچه ها این سوزناتون رو همیشه به حالت افقی بزنید، نه به حالت به حالت عمودی بزنید، نه به حالت افقی. پس وسط رو قشنگ گیر میدیم به این وسط، این به وسط سرشانه و انتهای کاپ آستینتون. دقت کنید کاپ آستینتون اینم که میاد پهلوی آستینتون، اینو هم قشنگ دوتا خطای پهلو رو فیکس میکنین به هم دیگه. حالا با دستتون اون سمتش هم به همین شکل، یعنی اون سمت پهلوها قشنگ به هم دیگه گیر میشه. خب اینا رو وصل کردیم. حالا باید به خاطر اینکه حلقه آستین رو میخوایم زیر چرخ ببریم و کارمون راحت تر باشه، ببینید این آستینمه، این حلقه بالاتنمه. من کوچولو کوچولو اینو به این شکل میذارم روی هم و سوزن میزنم. این کار باعث میشه که دوختن حلقه آستین زیر چرخ برای من راحت تر باشه و کار من سرعت بیشتری داشته باشه توی دوخت.
اون سمت آستین هم به همین شکل سوزن کاری میکنیم و بعد میبریم زیر چرخ. یه نکته رو بهتون بگم، وقتی که کاپ آستینتون رو وصل کردین به حلقه آستینتون، بعضی وقتها ممکنه که حلقه آستین شما بزرگتر از بالاتنه باشه. پس بنابراین اصلا نگران نباشید که چرا این بزرگتر شده. وقتی که اینا رو به این شکل سوزن کاری میکنید، به قسمت کاپ آستین که میرسید یه کوچولو دستتون رو، یعنی بالاتنه رو میکشین تا این قشنگ بتونید فیکسش بکنید به آستین. الان اگه دقت کنید، ببین بچه ها، من وسط آستینم رو که گیر کردم و پهلو و اینا رو گیر کردم، به این قسمت که رسیدم توی کاپ آستین، ببینید یک کمی حلقه آستین من بیشتره. من اینو میکشم اندازه میشه، ببینید میکشم اندازه میشه. یه وقتی میبینید مثلا حلقه آستین شما یکم کوچیکتره، موقعی که کوچیکتر باشه شما کامل حلقتون رو که از قسمت وسط که آستینتون رو وصل کردید و از قسمت پهلو هم وصل کردید، از مثلا شما از اینجا سوزن زدین، اینجا که رسیدیم مثلا حلقه آستین من الان دیدین این بزرگ بود، ما کشیدیم درستش کردیم، اون شما میبینین این کوچیکه. هر کاری میکنین اینا به هم نمیرسه و نمیتونی قسمت آستین رو به بالاتنه فیکس بکنید. باید سوزناتون رو جدا بکنید، فقط مال کاپ آستین رو نگه دارید و مال حلقه کنار آستین، یعنی پهلوی آستین. بعد از قسمت بالا شروع میکنید سوزن کاری کردن تا برسیم توی این قسمت. بچه این قسمت آستین قسمتیه که چون حالت یعنی توی اوری برش خورده شده و یک حالت هلال داره، وقتی که یکم بکشید این باز میشه. پس بنابراین وقتی که حلقه آستینتون، یعنی حلقه آستین لباستون کوچیک میشه، زمانی میتونید این کوچیکیش رو اصلاح بکنین که بیارینش توی این قسمت. وقتی که بکشینش بالا تنتون رو بکشین، قشنگ این داخل اون که همون قسمت وصل آستین به بالا تنه است قرار میگیره. پس این نکته رو در نظر داشته باشید. اون یکی آستین رو هم دقیقاً به همین شکل سوزن کاری میکنیم و بعد بیذاریم زیر چرخ. خب الان میخوایم حلقه آستینمون رو بذاریم کجا؟ زیر چرخ. وقتی که سوزناتون رو حالت عمودی میزنید، موقعی که میخواید چرخ کاری بکنید دیگه سوزناتون باعث نمیشه که سوزن تهگرد به سوزن چرخ برخورد بکنه و بشکنه. به خاطر این هست که ما همیشه سوزنا رو برای اینکه بخوایم فیکس کنیم لباس رو به هم به این شکل میزنیم. حالا بچه نکته‌ای که داره دوختن حلقه آستین اینطوریه که شما باید حلقه آستینتون رو هم خوب برش زده باشید و هم موقعی که میخواید دوخت بزنید موازی با پایه پیش برید. الان ما شروع میکنیم. دوخت معکوس حتما بزنیم. خب حالا دقت کنید بچه ها، ببینید
چطور پایه رو من اصلا عجله‌ای توی دوخت و دوزم به هیچ عنوان من ندارم. قشنگ پایه من موازی با حلقه آستین من داره میچرخه. اگر این نکات ساده رو توجه بکنید بچه‌ها خودتون میبینید که به مرور زمان چقدر براتون راحت میشه خیاطی، چقدر ازش کیف میکنید، لذت میبرید. دوخت معکوس آخرش هم میزنیم و تمام میشه و بعد سوزنا رو جدا میکنیم و اون خطمون رو سردوز میکنیم. بچه ها همونطور که بهتون گفتم سردوز هم دوخت چپ و راست داره. پس بنابراین ما برای اینکه بخوایم حلقه آستینمون رو اتو بزنیم حلقه آستین ما به سمت آستین ما اتو میخوره، به سمت آستین قرار میگیره و اتو میخوره. پس بنابراین سمت راست دوخت چرخ اورلوک یا چرخ پاکدوز ما هم باید به سمت رو باشه. این قسمت بالاتن است. از سمت قسمت بالاتن من اینو سردوز میکنم که وقتی اتو کردم سمت راستش روی آستین بیفته. اینم سردوز میکنیم و کلا 2 تا آستین رو دوخت میزنیم و سردوز میکنیم. بعدم میریم برای اتو کشی. خب الان که میخوایم حلقه آستینمون رو ما اتو بکنیم بچه ها، چیزی که توی اتو کردن حلقه آستین خیلی مهمه این قسمت بالای میز اتو است. اگر دقت کنید ببینید این قسمت بالای میز اتو مثل این قسمت بالای حلقه آستینه. پس بنابراین شروع میکنیم به اتو کاریش. لباستون رو به این شکل پهن میکنین. این آستینتونه و اونم که بالاتنه و اینم که سرشون است. اول از همه برای اتو کردن این قسمت ها شما باید جوری بالاتنه رو روی میز قرار بدید که چون از سمت بالاتنه میخوایم اتو بزنیم هیچ چروکی نباید داشته باشه. همونطور هم که گفتم دوخت حلقه آستین به سمت حلقه آستین باید اتو بخوره. حالا ما اینو میذاریم. ببین بچه ها من اینطوری اتو رو نمیذارم ها. من اینو این شکلی آروم آروم ببین تا جایی که میدونم این درز دوخت من روی میز اتو هست اتو میزنم. ببینید بچه ها من هی اینو باید به این سمت بیارم که درز حلقه آستین من روی آستینم بتونم بخوابونم و اتو بزنم. بعد از اینکه این درزتون رو اتو زدین اتوی سرد رو هم میذارین روش که درز لباس شما برای همیشه بخوابه. دقت میکنید؟
ببینید. حالا الان که میخوایم کاپ آستینمون رو اتو بزنیم، باید قشنگ آستینمون رو برداریم و توی میز اتو قرارش بدیم. دقت میکنید؟ ببینید این قسمت که اتو زدیم این هم کاپ آستینه. کاپ آستین رو دقت کنید به این شکل روی میز اتو میذارم که این قسمت آویزون باشه و با دستم آروم یکم میکشمش. و حالا ببینید پهلوی میز اتو رو میذارم روی کاپ آستینم. حالا باید اتوی سرد رو بذاریم روش که درز بخوابه. دوباره توی مرحله بعد دوباره یکم اینو میدم اونورتر، ولی حواسم هست که باید لبه میز اتو باشه، یعنی درز شما باید ببینید این میز اتوی منه، این درزشه. حالا ببینید این خط منه، این کناره میز اتومه. بچه شما وقتی که نکات ریز رو بدونید، ببینید اینجا یکم جمع میشه، دقت کنید، دستتون رو یکم این شکلی کنید که این قشنگ بیفته رو میز اتو و بعد اتو کنید. داشتم میگفتم وقتی که نکات رو بدونین، اینا خیلی نکات ساده این که هر کس و هر جایی هم ممکنه اینو اصلا فکر نکنه که مهمه بخواد اینو به شما بگه، اصلا خب خودش یاد میگیره دیگه. ولی وقتی که نکات رو بدونین راحت تر میتونین کارتون رو پیش ببرین و با ذوق و علاقه بیشتری هم پیش خواهید رفت. ببینید بچه ها، ما به اینا کاری نداریم. الان من با نوک اتو نوک اتو دوباره اینو هم اتو میکنم، اینو هم از این ور. دقت میکنی؟ ببین دستم رو این شکلی میارم که این بشینه روی میز اتو به این شکل و بعد دوباره اینو میزنم. حالا من اینو دیگه اتو کردم دیگه، از قسمت رو، از قسمت زیر اینو اتو کردم، تمام شده. بعضی جاهاش که اگه میبینیم، ببین الان اینجا دوخت من نخوابیده، اگه میبینین نخوابیده کوچولو دوباره اتو رو لباس رو به همون حالت قرار بدیم و دوباره اتو بزنیم مثل الان که قشنگ بخوابه. وقتی که دیگه اتوتون زدین تموم شد، ممکنه اطراف آستین توی آستین و یا اطراف بالاتنه به این شکل چی بشه؟ اینا چروک بشه. بنابراین باید قشنگ روی میز اتو پهنش بکنید و بعد اتو بزنیدش تا اون چین و چروکایی که اطراف کارتون ایجاد شده بود بر اثر اتو کشی از بین بره. حالا ما از قسمت چپ اینو اتو کردیم، از قسمت راست هم اینو بر میداریم میذاریم دوباره روی میز اتو، روی درز میخوایم یه اتویی بزنیم. ببینیم بچه ها بعضی جاهاش ممکنه این حالتی بشه، وقتی از قسمت رو اتو میزنین اینا از بین میره. دقت میکنید؟ ببینید حالا بقیهش رو هم دوباره توی کاپ آستین نگاه کنید چقدر آستین قشنگ داخل میز اتو قرار میگیره. میبینید؟ به این شکل. حالا با وسط میز، وسط اتو من اینو میذارم. ببین چطوری اتو میکنم بچه ها، این شکلی.
میذارم و اتو میزنم. حالا نگاش کن، ببین چقدر قشنگ این خوابیده. وقتی که خنک شد اون وقت دوباره برش میدارم، یه کوچولو اینجوری برش میدارم دوباره، جوری که بدونم درس روی میز اتو میتونم نگهش دارم. بچه ببینین چه کار میکنم، به مدل دست من نگاه کنین. اینو میذارم دوباره روی میز اتو، این تیکرم اتو میزنم. اینم از اتو کردن دوختن و اتو کردن حلقه آستین.